دوستان خوش آمدید با کانال توجیه اکادمیا. خب امروز این خبر یک خبر نو است و امیدوارم که به شما نیز این پسند آید و معقول شود. خب همون برنامه‌ای که ساخته بودیم در آن ما یک قسم دیگر زبان روسی وارد کردیم. مشق‌های روسی، مشق‌های انگلیسی. در اینجا شما مشق‌ها را انتخاب میکنید کدام مشق‌ها را چی انجام میدهید. مشق‌های روسی برای که بسیار نفرهایی که هستن زبان روسی بسیار از ما طلب میکنن و همین یک برنامه ساختیم که یعنی یک فونکسیون دیگر واردش کردیم که شما دارید زبان روسی را به شما همچون درس بدید یا اینکه درس کنید خودتون. با مانند مثلا در اینجا ما یک چند چیزای دیگر خواهیم وارد کرد. این رو من عینی حال دسترس نیستم، من به شما میفهمم یک خبری خشتان بهتون گفتی و گپ‌ها. و در این صفحه می داریم مثلا مشق‌های روسی و صفحه اصلی گراماتیکا از نو، اگر مقطع نشه از نو میجقین میاد باز وارد میکنه اگه مشق‌های دیگه. این با من دیگه مشق انگلیسی بود و من اولی رنگچی بعضی چند چیزاشو چی میکنم تغییر میدم. خب در اینجا در مشق جمله‌های تاجیکی رو بر روسی میگردونید همون خیلی. خب دیگه درس میکنین به پرابلم اینجا وقتی که من برنامه را پابلیش کردم دوستان و همین ویدیو رو نیست با دوستانتون بفرستید چون که از برنامه خبر شوند کمی وقتهای خودشون رو در درس و کارهای خوب گذرانند. خب مثلا در اینجا چرا تو نمیخواهی؟ مثلا почему ты не хочешь؟ مثلا جواب آفرین شما درست جواب دادید. باز همین خیلی آنها کمک میکنن они помогают. برای من خواطر نشو. Не беспокойся обо мне. خب بعدی آیا تو نشنیدی که او چی گفت؟ Ты не слышала, что он сказал. همه همین خیلی درسته. بهترین برنامه حتما درآید. این برنامه چه بگیم برنامه هست که شما را همچون درس میتید. خطاگیتون خطا میگه تا درست هم درست میگه. وقتی که شما یکی را چی کردید مثلا on здесь مثلا on здесь также работает چه اون در اینجا کار میکنه on также здесь работает مثال. خب on также работает خیلی کم ترجمه کردم. یا اینکه مثلا خطا کرده با جوش جابجا میکنید و در آخر میگتون که مثلا چند تا درست کردن که و در اینجا صرف میکنید مثلا جوابتون میگه. بهترین برنامه استفاده کنید و من ویدیو نیز در اینجا شاید یک قسم دیگر از ویدیو وارد کردم که ویدیو رو هم در اونجا گذارم شما از اونها استفاده کنید. و مشق‌های انگلیسی که شخصانی که زبان انگلیسی میخواد اونها نیز در مورد از این استفاده کنید. خب بیاید یک چی میگم بیاید در مورد چه خیلی برنامه رو میسازم. من درون فهمین برنامه رو به شما نشون میدم بچه‌ها. شاید بعضیتون که عموما از این کارها خبردار نباشید. خب بچه‌ها برنامه وب رو مثلا هر برنامه‌ای رو بسازن همشون فایل های بچه‌ها یگان چیز دیگر نیستن. فایلی که هستن ما در آن کدهایش رو می‌نویسیم. مثال کدهای آنها رو می‌نویسیم و همان فایلایی که ما در آن کد می‌نویسیم در تلفن شما بگیم внешне یعنی بیرونش به شما نمایش داده می شود. درونش دیگر فونکسیونی هست که باید چی اجرا کند برنامه. زبان عادی قد گیریم برنامه خودش همش همین فایل‌ها هستن که آدرس دارن. اینش مثلا در این زیر میکنید درونی مثلا آدرسی یک فایل دیگر میره و یک فایل دیگر. همه اینها فایلن. تنها شما چی باید برنامه‌اش نویسید فونکسیونش نویسید که کار کنند. مثال مشق‌های روسی اگر درآییم بیاید просмотр کد میکنیم. ما در اینجا مثال تست میکنم میبینید مثلا برنامه چقدر در براوزر نشون داده میشود چقدر در آدم مثال خب در تلفن خیلی نشون میشود. مثلا گالاکسی S5 چقدر نشون میده همین خیلی گالاکسی 5 داخلش پیکسل ده تلفن دا چقدر نشون میده خیلی. خب بهترینه شما خوانید حتما و مثال 10 تا مشق میگیرید و در اینجا من برای رزمیر معده اگر کنیم آیپد آیپد کلان بده так آیفون 5s. خب خطاگی خب اینجا همش درست بوده. خب در اینجا خب منویی که در پایین داریم کمی خطای سایگی است. ایکس لوکنیش هم مثلا چه میکنیم
بیاید اصلاح میکنیم. خب شاید شخصانی که برنامه ساز باشند آنها هم نیز تماشا کنند برنامه نفودایی نشان میدهم. شما هم ببینید مثال ایمپورت و فایل را ایمپورت کردیم از دیگه جا. مثال این گیم برنامه را اصلیش همیه که خب جاوا اسکریپت قد نویسیمش زوری بد اومده اخیرا به حد مقبول شد برنامه کلاس تست داریم همه کارا میکنه. خب در اینجا کداش مثال 300 لاین بفکرم 300 خط شده فنی بچه ها خیلی نویسگی بهترین آمده زور اومد خوندن مقبول شد. خب بیاید خطاگی چی بوده که ما بینیم اینا باید تغییر کنیم. خب اگر بیاید در بالاش بجقیم اول چی کلاس داره چی داره. خب منیو باتن کلاسی منیو باتن داشتن میریم درونی یک چیز ما فایلی استایل ما بچه ها منیو باتن هم میایم ورک دمو باتن بیاید در سیرچ کنیم بکنیم دمو باتن. خب یافتیمش. خب در اونجا سه تا ای داریم بفکرم خرفت بیاید دیسپلیش میتونیم بکن دیسپلی فلکس میگذاریم و وقتی که فلکس داریم و دمش خب میدونی چی پرابلم داره فرامش باید بکنیم فلکس وراب فرامش میگذاریم و وقتی که وراب بکنیم باید از طرف لفت میشه و جاستیفای کانترش میکنیم چی سنتر میکنیم برای سنتر دم وقتی هم رد میکنم سنتر دم خب دیدیم در تلفن چقدر شده وقتی درست هر شد و اینها و ایناش خیلی خیلی باید شما دیگر خب دیگه چی داره